ژاپن قادر به ساخت یک ربات اسب‌مانند شده که میتونه انسان‌ها را حمل و نقل کنه و در این ربات از ماشین 150 سی سی هیدروژنی استفاده شده و توسط شرکت کاواساکی ساخته شده و نام از این ربات هست کوریلا. و کوریلو با استفاده از هوش مصنوعی میتونه که تصمیم بگیره که کجا بره، چطور تعادل خود حفظ کنه و به صورت خودکار هم کار کنه. شرکت کاواساکی گفته که هدفش از ساخت از این ربات به خاطر نجات مردم، حمل و نقل و حتی بخشای نظامی هم می باشه. اگر شما متوجه شده باشین، ما فیلم های هالیوودی را به این شکل در گذشته دیده بودیم که مثلا ربات ها ساخته میشه و بعدا این میتونه به ضرر انسان ها هم تمام شود. شما درباره از این ربات چی فکر میکنین که این میتونه به ضرر انسان ها تمام شود یا میتونه به فایده انسان ها هم تمام شود؟ منتظر نظر در قسمت کامنت هستم و لایک فالو هم یادت نره.